نتیجه تکمیل فرایض به نوافل چی شد؟ حتی احبه. الله سبحانه و تعالی میگه تا ای که من ایره محبوب میدارم، دوست میدارم. خب دوست داشته الله که آدم دوست داشته باشه باز چی فایده داره؟ ثمره داره. الله خود میفرما فاذا احببته، وقتی که من ایره دوست بگیرم و ایره محبوبی خود بسازم، آلی نتیجه چی میشه؟ کنت سمعه، ما گوش از او میگردم. خود الله میفرما کنت سمعه الذی یسمع به، ما گوش از او میگردم که توسط از او میشنوه. ما توفیق میدم ایره، ما گوش از ایره درست میسازم، مستقیم میسازم، قوت میدم. دی ملکه پیدا میکنم که گوش به جز از حق چیزی دیگری را نشنوه. سخن خیر، سخن حق، سخن نیک، سخنی که موافق شریعت است. گاهی گوش الله سبحانه و تعالی قوت برش داده، غیبت شروع شوه مجلس ترک میکنه، دروغ نمیشنوه، موسیقی نمیشنوه، گپی غلط نمیشنوه. الله توفیق برش میده. محبت الله نتیجه شدیده. محبت الله است. بعد از چی میگه؟ و بصره الذی یبصر به، ما دیدی ازی میشم، چشمی ازی میشم که توسط ازو دیدن میکنه. الله سبحانه و تعالی تو را احاطه میکنه. بعد ازو میگه و یده التي یبطش بها، دستی ازی جور میشم که توسط ازو گرفتن میکنه، حمله میکنه، میگیره. و رجله التي یمشی بها، پای ازی جور میشم که رفتن میکنه. منظور ایست که الله سبحانه و تعالی میفرمه که ما ای را احاطه میکنم در مراقبت و نصرت و تایید و توفیق خود. یا آدم الله سبحانه و تعالی انقدر توفیق میده که سخن میگه حق، که میبینه چیزی حق، که میشنوه حق، که میگیره حق، که میده حق، که میره و حق. انسان الله سبحانه و تعالی یک قوت داده رویسته. شما در جان خود تجربه کنید یک مرتبه. زمانی که شما بگویی که وجودی ما از وجودی الله سبحانه و تعالی است، ما باید هر عمل به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی انجام بدم، به خاطر الله. این اخلاص میگه. و به استعانت الله خود نمیتونم. نماز میخوانم به خاطر الله لیکن نمیتونم اگر الله سبحانه و تعالی توفیق نده. این میگه و بالله. و اولش لله بود، این دومش بالله هست، سومش و فی الله. مطابق شریعت الله انجام بده. نماز است به خاطر الله انجام بده، به استعانت الله انجام بده. مغرور نشو، تکبر نکو که من بودم اینقدر نفل خواندم، این نماز خیلی خوبش خواندم. استعانت الله را طلب کن و بعد از او به مطابق شریعت الله سبحانه و تعالی. انسان وقتی در این حالت میرسه سعی میکنه که الله کارای خیر از پیش کرده رویسته، که بیرون برویسته که پای پوش کسی را برابر کرده، او گم کرده تو برش پیدا کرده رویستی، که او طرف بری سعی کنی که قطعی مظلوم دست کمک پیش کرده، که او طرف بری با سعی میکنی که صدقه به کسی داده، که او طرف بری یک آدم غمگین خوشحال میسازی، که او طرف بری قطعی کسی که سلام میدی محبت میکنی چهره بشاش. قدم قدم که میگذاری در خانه که بری شفقت و ترحم سری اولاد پیدا شده گیسته. الله توفیق داده رویست از اعمال خیر برد در هر معامله، چی تعلق به گوش داشته باشه، چی در چشم داشته باشه، چی در دست داشته باشه، چی در پای داشته باشه، کلی از زیر الله سبحانه و تعالی توفیق برات نصیب میکنه. محبت الله نتیجه چیست؟ کسی را که الله دوست داشته باشه الله سبحانه و تعالی میگه که من اینمی رقم میشم. بعد از او چی میگه؟ ولا ان سالنی لاعطینه، اگر از پیش ما آلی یا بنده من چیزی را مطالبه بکنه خامخا ضرور به ضرور من میدم. هر کدام ما مشکلاتای خیلی زیاد داریم. کسی توی نکرده، کسی قرضدار است، کسی مریض است، کسی حالات خانهش خوب نیست، کسی جنجال در کدام جای داره. هر کدام ما چیخ میزنیم، گاهی پیش یکی گاهی راه خلاصی را میابیم. الله سبحانه و تعالی خود برای ما گفته خود محبوبی الله سبحانه و تعالی بساز، باز بعد از او دست بالا که بگو یا الله غم دل
این مشکل مرا حل کو، این قرض مرا ادا کو، اینی مطلوبی مرا بجا کو. انسان در زندگی خود دو چیز داره هدف، یکی چیزی مطلوب که پشتش میگردی دوانده رویستی، یکی چیزی محروب است که از اون میدوی خدا خلاص میکنی. الله سبحانه و تعالی در این حدیث هر دو را گفته ولا ان سألنی لأعطینه، اگری از پیش ما سوال بکنه باخ من خامخا داده نیستم، ضرور داده نیستم. ولا ان استعاذنی، اگر از پیش ما طلب پناه بکنه، دیگه الله سبحانه و تعالی میگه که من خامخا برش پناه میدم. اگر ولا ان استعاذنی لأعیذنه، اگر از ما طلب پناه بکنه من خامخا برش پناه میدم. محبت الله این نتیجه را داره، محبتی قدر مرتبه داره. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که اگر مؤمن قوی باشه پیش الله محبوب است. ولی خود قوی بسازیم، یعنی بعد خود قوی بسازیم. کدام قسم قوت؟ در صحت، در عقیده. امی قدر ما درک کردیم که توصیه زرین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در همچو حوادث برای ما است که ما قوت پیدا بکنیم. اگر او قوت بدن باشه، اگر او قوت اقتصاد باشه، اگر او قوت فکر باشه، اگر او قوت عقیده باشه، اگر او قوت روش و سلوک باشه، متوجه شویم برای خود قوت پیدا بکنیم. بعد از او باز هر قسم حوادثی که میآید، هر قسم فراز و نشیبی که میآید، هر قسم رنج و تکلیفی که میآید، انشاءالله این قوت مقابله میکنه با او رنجا، با او تکلیفا. و یاد داری که محبوبی کی میشی؟ الله سبحانه و تعالی. مدحت الله میکنه، الله برات میگه که خیر است، یادم خیر است، یادم خیر است. وقتی الله تایید تو را بکنه از اعمال و افعال تو را که خیر بگویه، از این کده بالاتر دیگه چیزی نیست. الله نصیب همه ما بگردانه که ما بتانیم که واقعا خدا قوت ببخشیم. بسیار هدایات ارزنده برای زندگی فعلی ما و شما هست. الله توفیق عمل برای ما و شما نصیب